صبح 30 آگوست سال 2024 هنگام ترمیم بام خانه رقم 126 در ساحل دریای فونتانکا در نویه ادمیرالسکی در مرکز تاریخی شهر سنت پترزبورگ روسیه یک کارگر 25 ساله از تاجیکستان از بمب به زمین افتاده جان داده است. بنا به اطلاع پایگاه خبری فونتانکا، جراحت برداشته کارگر مرگبار بود و جوان تاجیک سال تولدش 1999 هنوز تا آمدن یاری تعجیلی جان باخته است. خوانندگان فونتانکا نوشتند که حادثه ساعت 9 صبح جمعه 30 آگوست رخ داد. مردکار از بام افتاد به یگان داد و فریاد، نوشته است یک شاهد حادثه. بنا به معلومات اولیه، کارگر تاجیک در بالای بام به بند بیخطری کار میکرد. در همین حال پایگاه دیگر محلی 47 نیوز رو با تکیه به معلومات مقامات حفظ حقوق خبر داد که شام 29 آگوست سال 2024 یک شهروند 50 ساله تاجیکستان هنگام ساختمان سرای پوشیده برای قوطی‌های اخلاط در دهه سریا گینویه فسیولسکی ولایت لنینگراد از ضرب برق به هلاکت رسیده است. این رسانه می نویسد نزدیکی ساعت 7 شام 29 آگوست به پلیس درباره در کوچه لسنای دهه سیارگی یافت شدن جسد یک مهاجر 50 ساله از تاجیکستان خبر رسید. این مرد هنوز تا آمدن یاری تعجیلی جان داده است. علت احتمال مرگش جراحت از ضرب نیروی برق گفته می شود. شاهدان خبر دادند که در جای حادثه با فرمایش جمعیت باغداری در بالای قوطی‌های اخلاط سرای پوشیده می ساختند. بنا به اطلاع مقدماتی که به دست پلیس رسیده است، این کارهای ساختمانی با ساکنان محلی هماهنگ نشده بود. هر سال بیش از 1 میلیون نفر یا تقریبا نصف اهالی قابل کار تاجیکستان برای پیدا کردن روزی خانواده‌های خود به خارج و اساساً به روسیه به مهاجرت کاری می روند. پولهایی که از روسیه و اساساً به شرافت مهاجران به تاجیکستان فرستاده می شوند یک منبع اساسی درآمد اکثر خانواده‌های تاجیک و هم یک عامل مهم چرخاننده عربه تجارت و اقتصاد این کشور دانسته می شود. ولی هر سال از روسیه به دلایل مختلف تا 1000 نفر از مهاجران تاجیک می میرند. فلاکت‌ها در جای کار و جای زیست و بیماری‌ها و صدمه‌های نقلیاتی از علت‌های عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه نام برده می شوند. به حساب میانه هر روز مهاجرت جان تا 3 مهاجر تاجیک را می گیرد.